مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که یک زاده آسیای مرکزی را با گمان فروش مواد مخدر دستگیر کردند، اما از شخص گمانبر و ملتش نام نبردند. ولی در ویدیوی لحظه بازداشت شناسنامه او را نشان دادند که از تاجیکستان است. تا حال نزدیکان این مرد و وکیل مدافعش درباره قضیه چیزی نگفتند. ایرین والک نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید از گمانبر به مقدار بیش از 7 کیلو هروئین دریافت و مصادره کردند. فردی متهم بازداشت شده است و تفتیش ادامه دارد. به اطلاع رسمی مرد گمانبر در حال بازداشت شده است که ناظران راه در یکی از ناحیه‌های پایتخت روسیه ماشین او را نگاه داشته و هنگام تفتیش از داخلش 260 گرم مواد مخدر یافتند. دیرتر هنگام کافتکاب منزل زیستش گویا بیش از 7 کیلوی دیگر هروئین یافته و مصادره کردند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. بنا به خلاصه ابتدایی مقامات پلیس مسکو، مرد گمانبر مواد مخدر را از دیگران یک لغ خریده و در بسته های خرد دوباره به فروش می برآورده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی گشادند و در صورت تصدیقش در دادگاه به گمانبر از 10 تا 20 سال زندان تهدید می کند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی است و سالانه صدها هزار نفر بنابر نبود جای کار و معاش مناسب در وطن به آن کشور می روند. در گذشته دهها شهروند تاجیکستان را در روسیه با گمان قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندانی کردند، اما بعضی از آنها با حکم دادگاه ها راضی نیستند و پرونده قاچاق مواد مخدر را ساخته و بافته می نامند. ماه ینور امسال خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه گفته بود که بیش از 6800 شهروند تاجیکستان در زندانهای آن کشور هستند.